روز 27 می سال 2024 یک مرد سالخورده ریش سفید که از طرف خوجند به طرف دوشنبه می رفت وارد یک بنا در نویه عینی شده از خزیندار خواست که 200 سومونیش را خرد کرده بگیرد. در ثبت ویدیو کامرای نظارتی دیده می شود که موی سفید 200 سومونی را در روی میز می گذارد، ولی وقتی که خزیندار می خواهد برای مرده کردن پول او از خزینه پول بگیرد، موی سفید 200 سومونی را گشته می گیرد. موی سفید بعد یا که خزیندار کجا شدن 200 سومونی را پرسید چندین بار قسم خورده کارگر بانک را گناهکار می کند که گویا 200 سومونی او را گرفته باشد. در نتیجه موی سفید هم 200 سومونی خود را در دستش نگاه داشت و هم از کارگر بانک 200 سومونی گرفت. اما معلوم نیست که آیا تا کجا این پول اوخش بدنش می شود، چون که بانک این پول را از کارمند بانک طلب کرده می گیرد. متاسفانه در جامعه تاجیکستان وقت‌های اخیر موردهای همدیگر و فریب دادن شهروندان خیلی زیاد شده است. جامعه شناسان این را به افت به شدت معیارهای اخلاقی و روحانیان به دور شدن مردم از ارزش‌های مذهبی ربط می‌دهند.